برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان و شنوندگان گرامی قدر رادیوی پیام. در برنامه تحلیلی و سیاسی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. موضوع امروزه ما تلاش قدرت در داخل عائله پیشوا است. آخر هفته گذشته رسانه‌ها از به استعفا فرستاده شدن حکومت تاجیکستان از جانب امامعلی رحمان خبر داده بودند. در انتخابات‌های پیشین پرزیدنتی نیز بعد انتخابات چنین حالت‌ها روی می‌دادند، اما این دفعه حالت دیگر است. ما به چند از منبع‌های خود در دالان‌های حکومت مراجعت کرده بودیم تا دریافت معلومات لازمی به ما کمک کنند. معلوماتی که بار اول در روزهای استراحت به ما رسید در تاییدش مشکلی پیش آمد، اما امروز چند معلومات از منبع‌های گوناگون پیدا کردیم که یک دیگری را تایید می‌کند و خیلی از همدیگر فرق کم دارند. ما تا امروز تنها تخمین می‌زدیم که وضعیت مراسای عائله رقم یک کشور خوب نیست، اما معلومات دسترس شده گواه آنند که همه مخالفین سیاسی و رقابت برای جایگاه و منصب در داخل یک عائله کیها شروع شده. حالا نرم بوی بد این رقابت افلاس فضای سیاسی کشور را تیره می کند. تا به ما که این خبرها آماده رسید خودتان خلاصه کنید. روزهای نزدیک امامعلی رحمان رئیس جمهوری تازه انتخاب تاجیکستان باید هیئت حکومت نوش را معرفی کند. در تاجیکستان همیشه حکومت نو مثل رئیس جمهوری نو که بار پنجم انتخاب می شود در همان 30 ماه پیشتر برمیگردد. یگانه تغییرات در کابینه این است که وزیران و رئیسان چند روزه اجرا کننده وظیفه می شوند. سبب اصلی این عنعنه دیکتاتوری این است که تمام تصمیم ها چی درصد آوازهای خودش و چی تشکیل کابینه و حتی روی خط وکیلان پارلمان از طرف یک نفر گرفته می شود. خودش انتخاب می کند که در انتخابات نوبتی باید چقدر آواز گیرد، با پارلمان کدام نفران به حیث وکیل راه یابند و چی کسانی وزیر باشند و چی کسانی به نفقه روند. این همه را یک نفر حل می کند. اما به نظر می رسد این دفعه وضع تغییر خواهد کرد. حالا دیگر پیشوا تصمیم گیرنده یگانه نیست و باید نظر مخالفان و موافقانش در تعیین حکومت نو را به نظر بگیرد. منظور از مخالفان و موافقان البته نه مخالفین داخلی و خارجی است و نه موافقانش در حزبش و حزب‌های دیگری کیسگیش، نه حزب‌های دیگری فعال مخالف در داخل کشور مثل حزب سوسیال دموکرات. امامعلی رحمان در این 7 سال آخری حکمرانیش با دست خودش مخالفان و موافقان به وای رسانده است که با سرعت قدرتمند می شوند و امامعلی رحمان دیگر امکانی به نظر نگرفتن نظری آنها را ندارد. همه این مخالفان و موافقانش که طبق اطلاع ما حالا با آنها وارد بحث و گفتگوها شده است در داخل خانه خودش قرار دارند. دختران و پسران و حتی نبیرگان قدرت گرفته دیگر راضی نیستند که بخش از تجارت یا حکومت را نظارت کنند و با همان قناعت کنند. همه به رکلام خودش آغاز کرده است. یکی به یتیمی و اسیر بیوی بیچاره خانه خریده داده ایستاده است، دیگری راه ساخته ایستاده است. همه به رکلام خودش آورده است حاضر. هر کدام آنها قدرت بیشتر میخواهند و طبیعی است که این قدرت خواهی ها آنها را وارد یک رقابت شدید با همدیگر کرده است. طبق اطلاع ما دیگر حتی عزیز ما اسدالله زاده همسر امامعلی رحمان که قبلا تمام نزاع‌های داخلی عائلوی را حل میکرد و اجازه نمیداد به بیرون برایند، قادر نیست صد راه رقابت شدید و خانمانسوز فرزندانش شود. حداقل
رستم و تهمینه دیگر گپ مادر را نمیگیرند و ترجیح میدهند مشکلاتشان را بدون حضور مادر حل کنند. آزاده رحمان چی؟ آزاده رحمان که بعد به ریاست مجلس ملی رسیدن برادرش دریافته است دیگر نمیتواند با او در تقسیم حکومت رقابت کند، به تأسیس یک کوالیسیه در داخل عائله شروع کرده است. طبق معلوماتی که به ما آمده رسیده است، به صحنه برآمدن سامان پسر خردی امام علی رحمان محض با کوشش آزاده و خواهرانش بوده است تا جایگاه رستم امام علی نزد پدرشان را حداقل ظاهراً کمتر کنند. حالا در عائله بحث شدید تقسیم قدرت جریان دارد. شدیداً مبارزه رفته ایستاده است. از یک طرف رستم با دستگیری یزدانش، شمس الله و خواهرانش رخشانه و فیروزه عروسان خانواده صاحب فا. از طرف دیگر آزاده و پروینه و دیگر اپهایش که از قدرت خواهی بدون مراسهای رستم و اشتهای بزرگش در غصب بیزنس ها به دهشت افتادند. در این بحث همچنین حسن اسدالله زاده تقای رستم که گفته می شود به اپش عزیز ما اسدالله زاده تاثیر زیاد دارد، از جانب تیم آزاده و پروینه حمایت می کند. می گویند سال هاست حسن اسدالله زاده بر رستم هیچ راست نگرفته است. اما رستم چه؟ رستم می خواهد تیم جوان خودش را که چند سال آخر با سرعت از زینه های منصب بالا می روند سر قدرت آورد. رئیس مجلس ملی به پدرش فشار می آورد تا حداقل نیمی حکومت نو از تیم او تشکیل شود. در همین حال اپهایش می ترسند که چنین شکل گرفتن کار دست رستم را در غصب بیزنس های آنها درازتر می کند و در چند سال آینده نه تنها از تاثیر در حکومت بلکه از قسم اساسی بیزنس های بزرگشان نیز محروم می شوند. رستم امام علی می خواهد حداقل دو نهاد قدرتی، کمیته دولتی امنیتی ملی و وزارت کارهای داخلی و چند وزارت دیگر از جمله کشاورزی و اقتصاد را در دست خودش داشته باشد. به وزارت مالیه که در دست یزدانش جمال الدین خواهرش آزاده قرار دارد هنوز چشم علا نکرده است و آن را چون مهربانی برادرانه در اختیار خواهرش گذاشته است. در همین حال آزاده رحمان میفهمد که وزارت کارهای داخلی کیها در اختیار رستم گذاشته است و نمیخواهد کمیته دولتی امنیتی ملی هم به دست برادرش فراید. آزاده حالا با یتیموف رابطه خوبی دارد. این رابطه تا چه اندازه سخت است به ما معلوم نیست، اما آزاده کوشش میکند رهبر امروزی کمیته دولتی امنیتی ملی به نفقه فرستاده نشود. به گفته منبع‌هایی که به ما معلومات را فرستادند از دالان‌های خود حکومت، بحث اساسی خواهر و برادر رستم جان و آزاده خان هم حالا سری ان همین کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان است. یعنی وجود بحث سر استعفای یتیموف را میتوان از عملکردهای خود رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی مشاهده کرد که وقتهای آخر سخت کوشش میکند خود را نزد رئیس جمهور شیرین کند. حالا اهمیت داده باشید چند مقاله پر از تملقش در رسانه ها نشر شدند. درست است که قبلا هم سیمومین یتیموف مقاله های همین گونه نوشته بود، اما نه با این سطح تملق و با این شمار.
شمارهایش خیلی افسوده ایستاده است. این تملق و خودشیرین کنی یتیم را تماشابینان گرامی می توانید در کفکوبیش هم در قسم یادکنی امام علی رحمان مشاهده کنید. ببینید گنرال 64 ساله سختتر و پر احساسی تر از همه دیگران قرصک میزند. فراموش کرده که او رئیسی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان است. فراموش کرده که گنرال است. رنگ ارتش ها قرصک بزنند. طبق معلومات ما امکان دو سناریو وجود دارد. دو سناریو. یا رستم آزاده به توافق میرسند و در حکومت قسمی از تیمشان را جای میکنند، یا نبودن توافق بین آنها امام علی رحمان را وادار به اقدام سخت گرانه تر میکند و تمام تیمی حکومتی آینده را خودش انتخاب و تعیین میکند. اما در هر دو حالت هم در گمان است آتش رقابت خاموش یا حتی پایان‌تر شود. سناریوی اول به نفع رستم است و امکان زیاد وجود دارد که رستم تا آخر بالای دعواهای خودش پافشاری کند تا اینکه پدرش محض همین سناریو را انتخاب کند. چرا؟ زیرا در این صورت بر رستم لازم است تنها رحلت پدرش را منتظر شود یا در این امر کمکش کند و کل حکومت را به اختیار گیرد. در صورت باقی ماندنی یتیموف یا به یگان نفر از تیم آزاده گذاشتن یکی از وزارت‌های قدرتی پور را به دست گرفتن قدرت بعد رحلت، مردن یا کنار روی پدرش به او زود میسر نمی شود. در این صورت بر رستم لازم می آید وارد یک جنگ قدرت با چند وزیر و خواهرانش شود که معلوم نیست با پیروزی کی این جنگ تمام می شود. سناریوی دوم اما به نفع آزاده است، چون آزاده در ایام پدرش می تواند کفالت قدرت منبعدش را تامین کند، یعنی به اختیار گرفتن یکی از وزارت‌های قدرتی با شمول وزارت مالیه حالا در اختیارش قرار داشته به آزاده امکان می دهد حد اقل برای مدت قدرتش را حفظ نماید. در همین حال طبق معلومات ما از جنگ شدید اطلاعاتی بین تیم‌های آزاده و رستم خبر می‌رسد. طبق اطلاعی یک منبع ما شاهرخ سیدزاده که بسیار می‌خواهد کرسی یتیموف را صاحب شود توانسته است پرونده بزرگ علیه او ترتیب دهد و در اختیاری امام علی رحمان قرار دهد. در همین حال مفهومی در اختیار امام علی رحمان قرار دادن چندان دقیق نیست، چون به گفته منبع ما معلوم نیست شاهرخ توانسته است به قبول امام علی رحمان یا راه یابد یا نه و پرونده را با چه شکلی برای رئیس جمهور رسانده است. این به ما میسر نشد که تایید شود. منبع ما میگوید اگر پرونده مستقیما به خودی جنابشان نرسیده است امکان زیادی غیب زدنش در راه با کمک آزاده و یتیموف وجود دارد. در همین حال خود امام علی رحمان میل چندانی برای در اختیار تیم پسرش قرار دادن کمیته دولتی امنیتی ملی ندارد. چرا؟ تخمین زده می شود که امام علی رحمان می داند که یتیموف گرگی هرچند پیر اما باران دیده و کارکشته است و این همه سال به او صادق بوده است، اما
در اختیار جوان کارنادیده چون شاهرخ سیدزاده گذاشتن قدرتمندترین نهاد ریسک های زیاد در پی دارد. همین طور رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی کشور که از گذشتن کرسیش به تیم رستم سخت ترسیده ایستاده است و حتی از خیانت دامادش شادی حفیظزاده خوف دارد، پرونده علیه شاهرخ آماده کرده است تا در صورت ضروری از آن استفاده کند. انا جنگو من جنگ. به نظر می رسد جنگ برای قدرت در خانواده امام علی رحمان که کارشناسان بعد سرش پیش بینی می کردند کیها آغاز شده و امکان دارد سر پیشوایی معظم را به باد دهد، به قول دیگری سر پیشوا را بخورد. حالا دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، همین رستم کودک گنرال شدنش، از این به وظیفه به وی وظیفه خواستگیش گذشتنش، خودی همین آزاده خانم تا به درجه رئیسی دستگاه رفته رسیدنش هم نشانگری آن است که در این عائله الکی کیها خونخوری به میان آمده است، مسابقه کرسی انتخاب کنی به میان آمده است، کیها عاقبتش را به خیر کند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. لطفاً مشتری شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.